أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نوتا ما يارو باوتكنا الله يتقلين تقين شيطانا. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وبيشك كما دات حضرت موسى عليه السلام و حضرت هارون پرکنوکین کتابی و روزنایی و سوج و پنتی پهریزگارانی واسطه يبه توراة صفتند. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. اما که ترسند چوتی پروردگارا بیگندگا و هستند چه قیامتا ترسوک و هم من الساعة مشفقون چه ساعتا اذا مراد قیامت روچی. و هذا ذکر مبارک انزلناه افانتم له منکرون. و نصیحتی و سوج و پنتی با برکتی که ما یرگی ایانو شما آیه نمنوکت. ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و كنا به عالمین. و بیشک ما داد حضرت ابراهیم علیه السلام آیه هدایت چه نبوتا پیسر و ما هستیم آیه زانوک. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. یاد بکن هما وحدا که آئی گوشت و تی پتا حضرت ابراهیم علیه السلام گوشت و تی پتا و قوما که چی اند یه بود که شما اشانی دیما جهل بید و تی دیما اشا و تی سران جهل کنه اشانی دیما. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. آیان گوشت که ما دیتگن و تی پتو پیروک اشانی عبادت کنگا. آیان بید ایشی دیگه هیچ دلیلی نیستد که ما تهنا و تقلید اشانی عبادت کنی که می پتو پیروکان همشانی بندگی کتگ. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. حضرت ابراهیم علیه السلام گوشت که بیشک بیتگت شما و شما پتو پیروک ظاهرین رد راهیتها گمراهیتها. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. آیان گوشت که ایا تو ارتگ پا ما حق یا که تو هسته چه لیب کنوکان بازی کنوکان. آیان همی گمان کد که حضرت ابراهیم علیه السلام گو آیان مزاق کن تواضح کن بچی که آیان یه دعوت یکتا پرستی پیسر نیش کتگد. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. حضرت ابراهیم علیه السلام گوشت بلکه شما پروردگار همایند که آزمانانی و زمین پروردگارند هما که آیی یه عد و پیم کتگند جوری کتگند و من یه هبر سرا شاهد و گواهم. حضرت ابراهیم علیه السلام آیان جواب داد که من گو شما مزاق و مسکره و تواضح نکنو بلکه زمین و آزمان پروردگار هم الله هند و شما رب یه بوت نهند.
وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. و الله سوگندن، تالله، والله، بالله، تالله، سوگند. حضرت ابراهیم علیه السلام فرمایید و الله سوگندن که من یک پیمی شما بتان کنم، یه شما بتان من یک راهی رو. و تالله لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. و الله سوگندن که من یک پیمی کنم شما بتان رنچه ایشی که شما پشتا مان ترینید. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. نکتند حضرت ابراهیم علیه السلام آیانی بود تکرا بید آیانی مسترینا که بلکه همایی نیمگا واتر ببند گرا همه روز که آیانی وحشی و عید روچت دراهی قوم دنا دیر ربطن پوتی عید واسطا عیدت آیانی پوتی عید واسطا ربطن یو هدا حضرت ابراهیم علیه السلام یک موه پرستی پوزان تو آیانی تحکیم بوتی پروشتند بید مسترین بوتا که مسترین بوتی نپروشت آیی اشت. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. آیان گوشت که کیا کتی شیطانی نعوذ بالله کیا کتی شیطانی گمه مشکل گشایان گمه معبودان بیشک که چنا انصافانند. وحدی که آچوتی ایدا واپس بی تو آد کند گوڑا آیان دید که می بود یکی پروشته کند گوڑا آیان همی گوشت قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا سمعنا فتى آیان گوشت ودموتا که ما اشکتک یک نوجوانی باروا. نوجوان که حضرت ابراهیم علیه السلام ای جوان مروچگین که من تو نماز نمانی، ای جوان مروچگین که من تو شراب نوشی، ای جوان مروچگین که من تو مسیت نرین. حضرت ابراهیم علیه السلام یک نوجوانیت. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهیم. آیان گوشت ودموتا که ما اشکتک یک نوجوانی باروا که آیانی نام گیبت می بوتان نام گیبت و می بوتان بدو بیراه گوشید یقال له ابراهیم ای ابراهیم گوشک بید آی نام ابراهیم همان نوجوانه که می بوتان بدو بیکار گوشید ودموتش گوهمیود که بوتش دیتن که پروشتگند. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. آیان گوشت که نم بیارد آیا حضرت ابراهیم علیه السلام گوشت بیارد مردمان دیمی بیارد تا که آب بگندند. تا که مردم حضرت ابراهیم علیه السلام انجام و عاقبت ها بگندند و دیگه کسی دیگه برای پیمی کار مکند و درستی مردم هم یه شاهدی بدهند بگندند تی که حضرت ابراهیم علیه السلام می بود پروشتگند. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم. آیان گوشت که ایا تو کتک یه سلوک یه رفتار تو گمه مشکل گشایان کتا ای ابراهیم؟ جواب بده قصه بده. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. حضرت ابراهیم گوشت که بلکه این یه کار کتا آیانی مسترین بوتا که آئشن نو آیان جز بکرد اگه آخبر کند. حضرت ابراهیم علیه السلام فرمایید گوشت شما همی بوتان که پروشتگن همی و بوتان جز کنه اگه خبر کنه.
بلکه همه مسترین بود، همه مسترین بود تا یه کار کته. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ورا پگرش کد و تی دلانی تها نگوشتش بیشک که شما جندنت ظالم. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. رندا چه شرما چه هجالتی ها جهل بیتن آیانی سر، اما کافرانی بت پرستانی گوشتش که بیشک تو زانه تا این حضرت ابراهیم زانه که یه حبر کته نکنه همی بود میگ تا شیعه و شر زانه که یه حبر کته نکنه شان قدرتی نیه که حبر بکنن تا شهرتی آوتی سرش جهل کتو یک و دگرش بیاری کت که ماشماوت ظالمه، ماشماوت ظالمه که ماشماوتی معبودانی نگهبانی و کد نکته آین ویل کته وش رابطه گینه و یه نوجوان آپروشته گند. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. حضرت ابراهیم گوشت که آیا گوره شما بندگی کنه بید الله هنچینانی که شما را هنچکین فایده هدایت نکنند کم مکی ما لا ينفعكم شیئا یا چیزی یکله که فایده شما را دات نکنه ور شما همایانی بندگی کنید و نه که تاوان دات کنند ولا یضرکم ما لا ينفعكم شیئا ولا یضرکم نه که شما را نفقتی دات کنه نه که شما را تاوان و نقصانی دات کنه ور شما همشانی بندگی کنه. قال افتعبدون من دون الله بغیر چه الله همشانی بندگی کنید که شما را هیچ نپکتی دات نکنه. اف لكم ولما تعبدون من دون الله. حضرت ابراهیم علیه السلام فرمایید که اف بر شما و همایا که شما آیانی بندگی کنید بید الله. افلا تعقلون ایا نو شما نفهمید؟ حضرت ابراهیم علیه السلام فرمایید که افسوس شما بی عقلی سرا که شما ایشی زانید که یه نپوکت دات نکنه نقصان دات نکنه بل هنگتا همشانی بندگی کنید. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. آیان گوشت که مان دارد اشیا بزن حضرت ابراهیم بوندید بسوی چیتی مانی دارد حرقوه وانصروا آلهتكم اوتی معبودانی نصرتا بکنید ان کنتم فاعلین اگر شما را کنگیند. قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. ما حکم داد الله فرمایش کن الله جل جلاله که ما حکم داد آسا قلنا یا نارو ما حکم داد که ای آس ببی سرد و سارت و آرام ببی بردن و سلاما علی ابراهیم. ای آس سارت و آرام ببی حضرت ابراهیم سرا علیه السلام. و ارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین. و آیان لورتتگت چه حضرت ابراهیم بدی گونا ما هما کتن نقصان تها آیان لورتت که حضرت ابراهیم علیه السلام آیان قید و مکر و پندلی سازتگت که حضرت ابراهیم علیه السلام نقصان و بدی برسینند بل ما هما وقت نقصان تها کتند. الله فرمایش کرد جل جلاله. الله پاکا همی آس حکم کد که تو حضرت ابراهیم مسوج بلکه سارت ببی که حضرت ابراهیم علیه السلام گو سلامتی ها بزن چوه سرد مبی که
حضرت ابراهیم سگت مکن و چو گرم همه بی که حضرت ابراهیم نقصانی بده الله پاک آیانی یه مکر و پندل درو بیکار کتند بی اثر کتند وتی موحدین و یکتا پرستین بنده ای حضرت ابراهیمی چه آیانی مکر و پندلان رکیند ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وما رستگار کت آیا و حضرت لوطا هما زمین نیمگا که ما برکت ما کتگت آیتها براهین جهان مردمانی واسطا اذا چه با برکتین جاگاها سرزمین شام مرادند و آیا نهرانی بازبیگ و سرسبز و شاداب بیگ و پیغمبرانی جاگه بیگا با برکت گوشگ بید سرزمین شام په همی گوشن با برکتی کرم الله مجید الله فرمایده که با برکتی الى الارض التي بارکنا با برکتی جاگاه ها اچی که پیغمبرانی جاگه بیتا نهر و جوان و آپانی جاگه بیتا رنبوکی نهرانی جوانی و سرسبزی و چمن و جاگه بیتا فهمی گوشگ بی با برکتین جاگه ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وما بخشات حضرت إبراهيم دات حضرت إبراهيم حضرت إسحاق و حضرت يعقوب زياتي و درها كتند ما نيكي بنده بزا حضرت ابراهیم علیه السلام تحنا چوکه واسطه دعا لوٹید که منا چوکی بده بله ما آیات که حضرت ابراهیم دعای برکتا اگه گیش داد چوکین داد چوکزاد کن داد حضرت اسحاق حضرت یعقوب حضرت یوسف علیه السلام حضرت اسماعیل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وما كتند آدرو پیشونک که آیان رهشونی کد چمه حکما و ما وحی کد آیانی نیمگا نیکین کارانی کنگیگ و نماز بر جه دارگیگ و زکات دیگیگ و هستتند می بندگی کنوک و کانو لنا عابدین و هستتند یعنی درو حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت اسحاق حضرت یعقوب درو چک و چکزاد حضرت ابراهیم علیه السلام می بندگی کنوکتند منی الله صدق الله العظيم